هر سال که میگذره نمیدونم چرا آدم بیشتر احساس تنهایی میکنه. انگار هیچی سر جای خودش نیست. کسی جایی که باید باشه نیست. یه حس عجیبی نسبت به نفس کشیدنم دارم. انگار توی اتاق بدون پنجره هستم، نه هوا نه نور، و این اتاق هر سال داره کوچیکتر میشه و هواشم کمتر. مجبورم از آدم‌هایی که توی اتاق زندگیم هستن کم کنم، چون از نفسم کم میکنن. اونقدر هواش کم میشه که آخر مجبوری خودت رو تو همین اتاق دفن کنی. کاش یه خدایی بود که بهم میگفت ببین این پنجره، نفس بکش. ولی نیست و نیست و نیست، و تا آخرش تنهایی. مگه میشه خفه شدنت رو ببینه و کاری نکنه؟ مگه میشه؟ من زاده دردم، دردی به عمق تنهایی، زاده ای از جنس تنفر به خودم. کاش میتونستیم دخالت کنیم در تولدمان و ماجرا در همان بطن وجودش خفه میشد.